به نام خدا و سلام و درود بر شما بینندگان عزیز شبکه ازدا تیوی. خوش آمدید به برنامه سوال روز. من با شما هستم محمد. در برنامه موضوع امروز موضوع پرزیدنت و روزی پرزیدنت و دعوت به گردی همایی در تاجیکستان را با شما بحث و بررسی خواهیم کرد. در آغاز برنامه قانون روزی پرزیدنت و واکنش جامعه را با شما مرور خواهیم کرد و این چنین نظر مهمانی برنامه را خواهیم شنید. شما نیز می توانید نظر و پیشنهاداتتان را کوتاه در مدت 2 دقیقه بیان کنید تا اینکه به دیگر بینندگان نیز فرصت داده شود و آنها نیز بتوانند نظر و پیشنهادات خودشان را از طریق زنگ تلفنی با ما و شما شریک بسازند. قانون یا روزی پرزیدنت حکومت تاجیکستان سال 2016 روزی 16 نوامبر را که مطابق با روز اجلاسی شورای عالی جمهوری تاجیکستان در 16 نوامبر سال 1994 است که اموال رحمان در همین اجلاسی سوگند یاد کرد و همچنین پرزیدنت تاجیکستان حکومت را به دست گرفت. یعنی روز 16 نوامبر را به خاطر آن یعنی انتخاب کردن که در این روز در سال 1994 اموال رحمان زمام قدرت را به دست گرفت و به خاطر پاسداری همین روز یا مثلا چون این روزها بسیار دوست می دارد همین روزها روزی پرزیدنت پیشنهاد کردند. اما هنوز سوال باقی است که آیا این روز فقط مربوط اموال رحمان است یا اینکه برای همه پرزیدنت هایی که در تاجیکستان پرزیدنت بودن هست. خب پرزیدنت تاجیکستان یعنی خیلی فکر میکنن که اموال رحمان اولین پرزیدنت تاجیکستان است، اما اموال رحمان اولین پرزیدنت تاجیکستان نیست و پیش از او رحمان نبیف، قهار محکموف پرزیدنت و قدردین اصلانوف اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان بودند و اموال رحمان سومین پرزیدنت و چهارمین رهبر تاجیکستان مستقل است. یعنی طبق بر اساس تاریخ نوین تاجیکستان اموال رحمان اولین پرزیدنت تاجیکستان نیست. پیش از او دو پرزیدنت دیگر داریم که قهار محکموف و بعد از او رحمان نبیف. قهار محکموف از در شورای عالی جمهوری تاجیکستان از طرف وکیلان مردمی انتخاب شده بود به عنوان اولین پرزیدنت تاجیکستان و رحمان نبیف باشد در انتخابات پیروزی را به دست آورد و پرزیدنت شده بود با رأی مستقیم مردم. اما نکته جالب اینجا است که قدردین اصلانوف که اجرا کننده وظیفه پرزیدنت و همچنین رئیس شورای عالی تاجیکستان بود، اصلا قدردین اصلانوف که بعدا در جنگ داخلی از طرف فرانت خلق به قتل رسیده او بود که استقلالات تاجیکستان را امضا کرد. یعنی امضای قدردین اصلانوف است در زیر اعلامیه استقلال تاجیکستان که متاسفانه از او نام برده نمی شود و بسیاری از مردم تاجیکستان درباره اینکه استقلالات تاجیکستان را کی اعلان کرده است خب متنش را طاهر عبدالجبار نوشت و قدردین اصلانوف به عنوان رئیس شورای عالی اون را امضا کرد. اما برای موضوع روز ما امروز در مورد استقلالات تاجیکستان نیست. صحبت ما تمرکز میکنیم بالای روز پرزیدنت. امسال در روز پرزیدنت جامعه و مردم تاجیکستان واکنش های گوناگون را نسبت به این روز داشتند که کاملا از هم فرق میکرد. از یک طرف نهادهای دولتی به شمول وزارت ها و رئیس های ناحیه، ولایت ها و دیگر اداره های دولتی همراه کارمندانشان از در این روز جشن گرفتن و حتی کرونا مانع جشنگیری با شوخی آنها نشد. چنانکه که شما شاهد می هستید در اینترنت در شبکه‌ها می‌بینید طلبه های مکتب، وزارت معارف، گروه های مخشان در صبح، در دنقره، در همه جا بدون اینکه مثلا توجه کنند که وضعیت و شرایط قرنطینه هست و کرونا وجود دارد، اما به اینها نگاه نکرده مشغول جشنگیری از این روز هستند. اما از طرف دیگر قشر دیگر جامعه که کاملا در روز پرزیدنت واکنش دیگری داشتند که آن را نیز در اینجا با شما بینندگان عزیز بحث و بررسی خواهیم کرد. خب یعنی واکنش ها از دو طرف زیاد بودند، اما فرصت با ما دست نمیداد که بتوانیم همه این واکنش ها به این روز را با شما بحث و بررسی کنیم. فقط ما میایم چند تا از این واکنش ها را
پیشکش شما می‌گردانیم. شهرت قدرتوف وکیل مدافع و فعال شهروندی تاجیک در صحیفه فیسبوکیش چنین نوشته است: از 16 نوامبر سال 2016 در تاجیکستان روز پرزیدنت را جشن می‌گیرند. از همین سال در این روز فقط پرزیدنت کنونی را امامعلی رحمان را با این روز تبریک می‌گویند. از تحلیل نمی شود که بسیاری ها که امامعلی رحمان با این روز تبریک می‌گویند جوانان گروه اوانگارد و دیگر تشکیلات‌های دولتی می‌باشند. گاه رئیسان نایحه هم به این روز پرزیدنت را تبریک کرده ایستاده‌اند. شاید بسیاری آنها ندانند که جمهوری تاجیکستان در دوره استقلالیت 3 پرزیدنت داشت. اولین پرزیدنت تاجیکستان نسای استقلال قهار محکم میباشد که در شورای عالی جمهوری تاجیکستان از طرف وکیلان خلق انتخاب شده بودند. دومین پرزیدنت رحمان نبیوف که بار اول در انتخابات از طرف مردم انتخاب شدند و سومین پرزیدنت امامعلی رحمان میباشد. خلاصه آقای شهرت قدرتوف در ادامه می‌افزاید که تنها کسی که تنها پرزیدنتی که میشود آن را تعریف و تمجید کرد، یعنی آن کسی برای قدرت و این قهار محکم است. او در ادامه می‌افزاید که آن کس برای قدرت و منصب شده بالای مردم خود پا نگذاشتند، به طرف مردم خود تیر خالی نکردند، روشنفکران همان دوره را برای فکر و عقیدهشان زندان نکردند، هرچند قدرت و در دستشان بود و میتوانستند در یک شب همه مخالفانشان را نیست کنند، اما این کار را نکردند. روحشان شاد بود. خب در ادامه قلندرزاده مولوده ستاری رئیس سود عالی اقتصادی جمهوری تاجیکستان نیز از روز 16 نوامبر همچون تعریف و تمجید کرده است و گفته است که در قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید روز پرزیدنت معین کرده شده است. منصب پرزیدنتی مقررات کنستیتوسیونی بوده. در کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان ترتیب و شرط‌ها به این منصب عالی حاکمیت دولتی انتخاب شدن و لحظه به فعالیت شروع نمودن پرزیدنت مقرر گردیده است. از جمله معیارهای ماده 67 کنستیتوسیون پیش بینی می‌نماید که پرزیدنت پیش از شروع وظیفه در جلسه یکجای مجلس ملی و مجلس نمایندگان سوگند یاد می‌کند. از صحیفه های تاریخ خوبی اون برمیگردد به همون سال 94 که در 16 نوامبر سال 1994 در شورای عالی جمهوری تاجیکستان مراسم سوگند یادکنی و با وظیفه شروع کردن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برگزار گردیده بود. خب مقصد بعد میاد پیشوای ملت و پرزیدنت و فلان و او مقایسه میکند با جورج واشنگتن و کمال اتاتورک و دیگر رهبران کشورهای دنیا که برای ملتشون خدمت کردن. یعنی مقایسه رحمان با جورج واشنگتن، مثلا جورج واشنگتن یک کشوری خاص ساخته است که امریکا که از جنگ داخلی این کشور را بیرون کشید و امروز این امریکا با 350 میلیون جمعیتش دنیا را اداره میکند، اما تاجیکستان چی با 9 میلیون جمعیتش و بیش از 2 میلیون مهاجرش در هنوز هم فقیرترین کشور سابق شوروی هست. امریکا یک قدرتمند دنیا، اساسگزارش ارزش و شایسته تعریف و تمجید را دارد، اما پرزیدنت یک کشوری که با جنگی درگیر جنگ داخلی بوده است، از طریق جنگ روی قدرت آمده است و تا امروز مردمش در یک شرایط بد اقتصادی، بیکاری، امشب و روز برق ندارن قرار دارد. آیا شایسته است که این روز را فقط شایسته یک نفر بدانیم و از او تعریف تمجید صورت بگیرد؟ خب این نظر رئیس سود عالی اقتصادی هست. خب در بخش دیگر وزارت معارف چاره‌بینی خاص در وزارت معارف تاجیکستان نیز با دستور و برنامه خاص در سراسر تاجیکستان نه فقط در وزارت معارف بلکه در دیگر مکتب‌ها و اداره‌ها نیز اینا پیگیری کردند. 16 نوامبر سال 2020 سال جاری این بیانیه وزارت داخل چیز معارف است. در مجلسگاهی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان بخشیده بر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اشتراک محمد یوسف امامزاده وزیر معارف و علم، معاون یکم و معاون وزیر، سرداران ریاست شعبه و رهبران مؤسسه های تابع وزارت چاره‌بینی ایدانه برگزار گردیدند. خب نخست محمد یوسف امامزاده سخنرانی نموده، حاضرین را برای روز پرزیدنت تبریک تهنیت گفته، همزمان از تشبث و دستگیری های پی در پی به واسطه
خب پیشوای ملت برای رشد و پیشرفت ساحه معارف و علم این مملکت یادآور شده ابراز داشت که خلاصه این میرود دیگه این بیانیه وزارت معارف است. یعنی هدف ما بررسی و مروری همین واکنش ها بود. و در اینجا شما باز میبینید که یکی از آموزگاران تاجیک میگوید که امروز چندی از دوستان مرا با فرارسی روز پرزیدنت تبریک نمودند. خطاب به دوستانم، روز پرزیدنت جشن عمومی ملی نیست. مرا میتوانید به روز آموزگار تبریک نمایید. من پرزیدنت نیستم که این یعنی وزارت معارف یک چی گرفته است و یکی از آموزگاران آمده است چنین واکنشی کرده است. خب در ادامه شعبه معارف ناحیه اشکاشم نیز اگر شما در شبکه فیسبوک ببینید با شکوه شهامت خاص دعوت کرده است و مردم و طلبه ها با هم در یک محیط بسته این روز را جشن گرفتند و خب امکانی سرایت یافتن به کرونا ویروس و دیگر بیماری ها هست که متاسفانه مثلا در تمام کشورهای غربی امروز مدارس تعطیل هست به خاطر اینکه کودکان و جوانان یا کلا در عموم برای پیشگیری از رشد و شیوع کرونا ویروس درس ها را دیستانسیونی کردند، یعنی آنلاینی. اما در تاجیکستان می‌بینیم که نه فقط درس برگزار می‌شود بلکه چهاربینی های روز پرزیدنت، روز کدو، روز شفتالو، روز یک چیز دیگر هم خیلی هر روز این روزها را جشن میگیرن. اصلا من فلسفه این ایده ها را تا هنوز درک نکردم، اما خب این چی میگن مروری بود از روز پرزیدنت. خب در برابر این ما دو تا اما هیچ یکی از این واکنش هایی نبودن که یا این فعالیت ها نبودن که جامعه تاجیکستان به آنها توجه کرده باشد. اما دو تا از پست ها در روز پرزیدنت یا دو تا از واکنش ها خیلی جامعه فضای اینترنت تاجیکستان را تکان داده که محمود آدینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که در این روزنامه آزادی نوشت به شهردار تاجیکستان، شهردار دوشنبه و همچنین پرزیدنت تاجیکستان برای برگزار کردن گردی همایی به خاطر همین مشکلات مردم، رشوه، فساد، بیدادگری مسئولین و مقامات درخواست کرد که هم شهروند کامل حقوق با او اجازه بدن که تظاهرات برگزار کند و این واکنش های زیاده در رسانه ها داشت. از جمله واکنش دیگری که اینترنت را بگیم ترکاند این مراجعت عبدالستار پیر محمدزاده که در جریان مسافرکشی پلیس او را بازداشت کرده است و خب از او پرسیده است که آیا شما مسافرکش هستید؟ اونم چون مسافر داشت و طبیعتا انسان صادق و راستگویی هست و اونجا میگه که پدرم با من توصیه دادن، نصیحت کرده بودن که پسرم همیشه نان حلال خورد. نان حلال خوردن یعنی با مهنت کردن با راه درست. اما متاسفانه مقامات با او فشار میارن و بعضیش پرونده باز میکنن. خلاصه این ویدیوی پیر محمدزاده یک واکنش در زیادی را در شبکه‌های اجتماعی داشت، از جمله با فکرم تقریبا بیش از 1 میلیون تا الان در شبکه‌های مختلف یوتیوب این نوار رو دیدند که این هم در روز پرزیدنت بود. یعنی گفت من روز پرزیدنت زمانی برای من روز پرزیدنت خواهد بود که مقامات با مردم چنین برخورد نکنند، یعنی به خاطر کار حلال اونها را پیگیری پرونده بعضیشون باز نکنند و حقشون را ضایع نکنند. در اونجا میگه خب ما چیکار کنیم؟ بریم آدم کشی کنیم، دزدی کنیم و طبیعتی من چنین ساخته نشده است، یعنی من نمیتونم دست به چنین کارهای خلاف قانون بزنم. خلاصه در اینجا مروری کردیم به چند تا از این موضوعی داغ که در اطراف روز پرزیدنت در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته و حالا معرفی میکنیم شما را با مهمان خودمون معرفی میکنیم، آقای جمشید یاروف، وکیل مدافع و حقوق شناس شناسنامه تاجیک. خوش آمدید آقای جمشید به برنامه سوال روز. خوشحالم که در
جمع ما هستید و ادامه برنامه را با شما پیش خواهیم برد. خوش آمدید. تشکر برای دعوتتون. ولی شما درست قید کردید. اون روزی که مردم گویا قید کردند و کارخانه‌های دولتی، مقامات دولتی قید کردند روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اگر تحلیل کنید در اصل عموما فهمیده نمی شود که این روزی پرزیدنت گفته یعنی مخصوص پرزیدنت امامعلی رحمان است یا اینکه روزی یک وظیفه دولتی هست، یعنی که پرزیدنت خیلی که میدونیم پرزیدنت و اینستیتوت پرزیدنتی این وظیفه اولیترین جمهوری تاجیکستان می باشد. همچنون خیلی که وزارت ها وزیر دارند، یگون رئیست ها سردار دارند، همچنین دولت نیست سرور دارد پرزیدنت. و قید کردن روز پرزیدنت و معرفی کردن که روز پرزیدنت فقط با امامعلی رحمان داخل دارد و درباره دیگر پرزیدنت های گذشته عموما خاطر یاد نآوردن، درباره آنها سخن نراندن، درباره حرکت های آنها، کوشش های آنها برای برقرار کردن استقلالیت تاجیکستان، آرام کردن جامعه، مستحکم کردن جمهوری ما هیچ چیز نگفتن و در همه معرکه هایی که در روز پرزیدنت برگزار می شود فقط رسم و صورت و شعارهای امامعلی رحمان رو ماندن، معنای آن رو دارد که این روز پرزیدنت است. و من یک سوال داشتم با تمام مردم، اگر این روزی فقط پرزیدنت امامعلی رحمان باشد و پس از وظیفه رفتن امامعلی رحمان همین روز چی نام مانده می شود؟ چی روز می شود؟ روز پرزیدنت امامعلی رحمان یا اینکه روز پرزیدنت نو یا اینکه روز پرزیدنت گذشته امامعلی رحمان؟ چون که یک قانون، خب شما وکیل هستید اینجا، شما بگید که در قانون چی آمده است؟ در قانون عموما درباره پرزیدنت گفتگی که این روز به مناسبت اونه که دولتداری جمهوری تاجیکستان، ساخت دولتداری جمهوری تاجیکستان با شکل دولتداری ما پرزیدنتی است، همین روز رو روز پرزیدنت اعلام کردن. ولی که ما در اصل میبینیم که این روز عمومی پرزیدنت های تاجیکستان نیست، این روز یک پرزیدنت است. و برای همین هم سوال داشتم به همون قانونگذارها و همون شخصانی که همین قانون رو برآوردن، برای آدمانی که درباره همین قانون و درباره همین معین کردن چنین روزها یک چیز رو میدونن، آیا بعد از رفتن امامعلی رحمان این روز چی روز نامیده میشه و این روز رو چه خیلی قید میکنن؟ حالا سوالی من هم همین است با شما که مثلا ما از یک طرف روز پرزیدنت رو داریم و شما میبینید که در این روز چگونه مردم، یعنی مقامات دولتی، اداره ها، مکتب ها، اینها هم آمدن نگاه نکرده به وضعیت کرونا ویروس جشن و مراسمشون را برگزار کردن. ولی از طرف دیگر افرادی مثل محمود آدینایف یا این عبدالستار پیر محمد زاده مثلا حق تظاهرات یا میتینگ و گرد همایی را ندارند. یا مثلا از طرف دیگر فرض کردیم برای 8 ماه مسئولین به بهانه کرانتینه در زندان ها با مردم اجازه ندادند که با نزدیکان و پیوندانشون ملاقات بکنند. ولی در همین زمانی که گفتن در زندان کرانتین هست، خب ما انتخابات پارلمانی را گذراندن در تاجیکستان، نوروزی را گذراندن، انتخابات پرزیدنتی را گذراندن و تمام جشن و مراسم ها، هنوز اداره ها و بازارها باز است. یعنی تاجیکستان هیچ وقت کرانتین عمومی برگزار نکرده بود. این دو خورگی را شما در چه می‌بینید؟ دبل استاندارد رو در چه می‌بینید؟ یعنی از یک طرف برای اداره‌های دولتی جشن و مراسم‌های روز پرزیدنت و دیگر چیزا جایز هست انجام میدن، از طرف دیگر قسمتی از شهروندان از اون حقوق برخوردار نیستند، مثل همین مسئله زندانی ها و یا درخواست محمود آدینایف. این شما چه خیلی بها میدید همچون یک حقوق شناس؟ در چنین شرایط‌های مشکل، در شرایطی که کرونا ویروس است، در شرایطی که وضعیت اقتصادی مردم خیلی هم پست است، برگزار کردن چنین بزم‌های باشکوه، صرف کردن بودجه از مبلغ از بودجه به این هم کمبغل تاجیکستان فقط یک معنا دارد: فکر و افکار مردم رو از مسئله های مبرم جامعه، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی دور کردن و نشان دادن که جمهوری ما، دولت ما آباد است، دولت ما پیشرفت دارد و یگان پرابلم گویا نیست.
و در همین سخن شما درباره اودینایف مامورات چنین نیز گفتنی هستم که بله اودینایف مامورات و اینکه دیگر اشخاص دیگر تشکیلات ها و جمعیت ها حقوق دارن برای دعوت کردن مردم برای تظاهرات برای برداشتن یگان مسئله برای ابراز کردن فکر و عقیده خود اویدی یگان مسئله اجتماعی سیاسی و اقتصادی ولی من فکر نمی کنم که با اودینایف مامورات یگان کس اجازت یاد من فکر نمی کنم که حتی با نه فقط یک اودینایف مامورات با یگان حزب اپوزیسیونی در جمهوری تاجیکستان اجازت برگزار کردن یگان جلسه گردی همایی اجازت داده نمی شود و در اصل چخیلی که در اولی برآمدتان شما گفتید اودینایف مامورات مکتوب نوشته است به رئیس شهر دوشنبه من نیز اون مراجعت او را خوندم و گفتم میتونم که این مراجعت رسمی برای برگزار کردن گردی همایی نیست مراجعت رسمی برای برگزار کردن گردی همایی دیگر خیلی ترتیب داده می شود این فقط یک دعوت بود شاید اودینایف مامورات علاقه نوشته باشد عریضه این رو ما نمیدونیم در شبکه اجتماعی این نیست ولی قانون و قاعده پیشنهاد عریضه تماما دیگر خیلی است در آنجا شما می نویسید که چند کس جمع می شوید کدام مسئله ها رو شما بررسی کردنی هستید در کجا می خواهید جمع شوید از ساعت چند تا ساعت چند اگر شما یگان راهگذاری کردنی باشید یگان طرف رفتنی باشید سمت حرکتتون رو پیشنهاد میکنید و همین عریضه را شما باید تو نه دیرتر از 15 روز تا آغاز شدن همین گرد هماییتون به حکومت محلی دولتی پیشنهاد کنید و مقامات دولتی باید نه دیرتر از 5 روز تا آغاز روزی معین شده برگزاری گرد همایی وظیفه دار است که با شما جوابی رد یا اینکه روزگی خود رو دهد ولی من فکر میکنم که در تاجیکستان عموما برگزاری گرد همایی ممکن نیست و فقط همون برگزار گرد همایی که تعریف و توصیف میکنن حکومت جمهوری تاجیکستان رو ممکن است برگزار شوند این رو ما در همه جا میبینیم خب یعنی شما گفتنیت که تنها گرد همایی ها مراسم ها و اون چیزی که به جناب با منافع حکومت هست بله اجازت خواهند داد مثلا الان اوانگارد 5 سال میشد که یک سازمان غیر رسمی است ولی مثل یک سازمان رسمی فعالیت میکند که با اداره با ناحیه ها با کجایی که میرود نه رئیسای ناحیه ها اداره ها و اینها رسما پیشواز میگیرند اما مثلا با معاون رئیس یک حزب رسمی اجازه برگزار کردن تظاهرات را نمیدهند خب بینندگان عزیز اینجا یک بار دیگر اعلام میکنیم که مهمانی ما آقای جمشید دیاروف وکیل مدافع و حقوق‌شناس شناخته تاجیک هستند شما میتوانید در رفتی برنامه با شماره های 48 519 767 404 زنگ بزنید از طریق واتساپ و ایما و همچنین لطفاً به صفحه یوتیوب ما ابونه شوید و اینچنین برای اینکه دیگر بینندگان تاجیک از این برنامه بهره مند شوند در نشر و پخش برنامه سهم خودتان را بگذارید ما بسیار خرسند میشیم و قدردانی میکنیم این دستگیری شما را حتما لایک کنید کامنت کنید و شیر و پست کنید یعنی که با دیگران هم همرسانی کنید این برنامه را و اگر سوال داشته باشید می توانید در موضوع روز یعنی روز پرزیدنت و تظاهرات و همین مسائل حقوقی از طریق ایما و واتساپ با ما تماس بگیرید حالا صحبت ما ادامه میتیم با وکیل تاجیک در مورد زندانی ها چی است نظر شما یعنی مثلا آیا این تفاوت یا این 8 ماه کرانتینه کردن زندان ها و اجازه ندادن مردم برای ملاقات آیا یک امر قانونی بود یا یک کار غیر قانونی و اصلا زندانی ها چه حقوق دارند دیروز یکی از خواننده های ما بیننده ها سوال نوشته بود که در چیز بود سوال نوشته بود که مثلا زندانی هایی که در کریتی هستند من نمیدونم نظامی کریتی چی هست آیا اونها حق دارن که با خانواده هاشون در تماس باشند زنگ زنند خب شما میتونید به این سوال پاسخ مشخص بدید آیا زندانی ها چه حق دارن و خصوصا زندانی که در کریتی هستند چه حق و حقوق دارن برای تماس و ملاقات با نزدیکانشون
زندانیایی که در کریت میگویند و هستند آنها حقوق دارند که در مدت هر یک 6 ماه در تماس باشند یا اینکه با اجازت مقامات واخوری کنند با خشت برهانشون و اون عملهایی که از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان از طرف وزارت عدلیه در مدت این 8 ماه گذشت تماما به منطق راست نمیآید و میتوانیم بگوییم که غیر قانونی نیز بود. چون که میبینیم و در شبکه ها میبینیم از رسانه ها خبردار هستیم که برگزار میکنند عید و معرکه های سیر آدم رعایت در کشاندن مسافرها در نقلیه دیده نمی شود. آدم ها زیچ می باشند اگر کرونا ویروس هم باشد به این واسطه از کسی به کسی دیگر میگذارد ولی در شرایطی که بین محکوم شده و خشت تباری او یک پنجره هست یا اینکه شیشه هست برای آنها اجازت واخوری و دیداربینی قطع کرده می شود. من این رو فقط در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در سیاست مقامات قدرتی جمهوری تاجیکستان اویدی فشار آوردن محدود کردن حقوق های زندانیان می بینم. خیلی که ما میدونیم و این رو همه به فکرم شهروندان جمهوری تاجیکستان میدونن در نظری کارمندان میلیسیا مثال یا اینکه پروکراتور هر یک انسانی که به کابینت آنها دعوت کرده می شود علاقه جنایتکار حساب می شود و چونین نظر چونین نگاه داشت به مناسبت به تمام زندانی های جمهوری تاجیکستان از طرف زندانبان ها هست و از اینجا برمی آید که اون رفتاری که آنها میکنند نسبت این اشخاص نه از روی قانون و قاعده دولتی هست بلکه از روی یک غرض از روی یک مناسبت بدبینی که در جامعه ما روز به روز این مناسبت در نتیجه پهن کردن فیلم های ساخته در نتیجه نشر هر یک مقاله و پست ها زیاد کرده شده است و حکومت مقامات با همین راه و واسطه میخواهد که هرچی زیادتر فشار به مخالفین خود هرچی این مخالفین علاقه هم در زندان باشند با اویله های اونها رساند. مثال اجازه باشد یک زنگ آنلاینی آمد ما همین مرحمت سلام علیکم بفرمایید. علیکم سلام. خوش آمدید به برنامه سوال روز. اگر سوال داشته باشد بفرمایید یا نظر. سلام علیکم برادر. همین یک چیز رو میخواستم فهمم در همه تاجیکستان ما شخص همه آمی زمین ها زمینداری ممن همه حکومت داریشون نیز زکان دارد. مثال یکان انتخابی آشکار است اگر نیست انتخابی همه غیر قانونی دکن همه شهرها و ناحیه‌ها را پیرامونواد کردن دیگر نامو قدی همه مثال همچون شما و مثال محمد اقبال شما و همه اینی که گپ میزنه میگوید میگم ناموی موندگی هوا را میگه نه شما هم در پالیتیکای ما و همو نزدکان ابزن همو شما هم راضی هستید؟ دقیقاً کدام مثلا نام تغییر دادن نام شهر و ناحیه ها رو در نظر دارید؟ بله من ساکن شهر خورغانتپه ما را این شهر را پیرامونواد کردن یک شهر شهر 4 تامو دفتر تامو وای کی شهری بله گوش میکنیم. خب ما سوال شما را شنیدیم یعنی که الو خب بالا وکیل محترم آقای جمشید یاروف شهر و ناحیه ها و کوچه ها استفاده بردن این نام ها این نشانه دستگیری کردن حکومت عمل حکومت مثال در سیاست اجتماعی نیست. ما میتونیم نام های پیشتر مثال قرغانتپه گفته گپ زنیم یا اینکه میتونیم گپ زنیم گوییم کافرنی ها نه اینکه وحدت یا که یگان ناحیه دیگه
و من عموما فکر نمیکنم که این یگان دستگیری سیاست حکومت حسابیده باشد و بغیر از اون هم در حجت‌های رسمی در نشریات و در یگان بیانیه در یگان نشاندادها این شهر و ناحیه ها علاقه به نام نوشان میباشد و ما باید همون نامایی که از طرف حکومت قبول کرده شده همون رو استفاده بریم و در اینجا یگان دستگیری حکومت ما نمیبینم. مخای سوال دیگر هم میشنویم. سلام علیکم، بفرمایید برادر. تشکر، زنده باشید. خوش آمدید با برنامه سوال روز. اگر سوال و پیشنهاد دارید کوتاه مشخص بفرمایید چون وقت کم است. تشکر. فهمو برادر، من یک سوال داشتم برای همون روزی پرزیدنت جمشید یارو گفت که چی نمونه وقتی رحمانوف نیست که دفت کنیم روزی آزادی میمونیم همون روزی آزادی همین فکر خودم که اسلام این پیشنهاد شما اصلا سوال نیست، یعنی شما نظر و پیشنهاد دارید. خب تشکر. تشکر، نظرتون محترم است. ما ارزو دارم که هم ملت تاجیک آزاد شود همین ظالم. تشکر. خب چه خیل آزاد شود؟ خود به خود؟ نه باید بخیزن مردمی تاجیک بسه که باید بخیزن گم کم در کنه همیرا حتی اویلش اویلش بعدش کمت ایستر کم در کنه همارا باید دیگرگونی کنی. اگر مردم بخواه آزادی در تاجیکستان زندگی کنند با هماوش اینا از زندگی خوب در پیش زن فرزنداشون باشند بخیزن. انقلاب فقط روی انقلاب دیگه هیچی رو نداره. خب تشکر زیاد برادر، ما نظر شما را شنیدیم. باز منتظر زنگ‌های دیگر هستیم. تشکر، نظرتون را شنیدیم. خدا نگهدار شما. خب حتما لایک کنید. خب نظرشون را شما شنیدید آقای جمشید. از نظر حقوقی شما چگونه بها میدید این پیشنهاد این شهروند تاجیکستان را؟ دو پیشنهاد داد. یکمش این که بعد از تغییر حکومت این روز را به عنوان روز آزادی جشن میگیرند مردم و دیوم این که دعوت کرد که مردم انقلاب بکنن، این حکومت با خانواده‌اش سرنگون کنند. چی دارید شما؟ پیشنهاد آنها که این روز رو روزی آزادی مونه من با یک دلیل راضی نیستم. به این هم دوستی عزیز در جمهوری تاجیکستان به نهایت بسیار روزهای عید هست. کدو، کارتوشکا، پیاز، شلغم، لابلابو، روزی پرزیدنت، روزی آزادی، روزی فلان و فلان و بهمدان و هر یک همین روزها بودجتی همین کمبغل بودجتی خالی ما رو باز کمتر میکند. یگون ایدی به معنی به ما راضی نیست، لازم نیست. به جای اون که در تاجیکستان زواد و فابریکا و کارخانه باشد و مردم فقط کار کنند بهری آباد کردن دولت، ما فقط چیکار میکنیم؟ با خودفریبی مشغول میشویم، فقط عید میکنیم، قید میکنیم. ما فخر میکنیم که مثال ما کدوی کلانترین در جهان داریم. این چی سود دارد برای ما؟ چی فایده میبرد برای من، برای زن و فرزندی من قید کردن همین ایدها؟ و درباره تغییر یافتن حاکمیت، درباره انقلاب و فلان و دیگر راههای تغییر یافتن حاکمیت من فکر میکنم که عین حال جمهوری تاجیکستان اهالی ما بنابر سبب گذراندن جنگ شهروندی و به نهایت از نظر قانونیش میگید آیا امکان دارد یا نه؟ از نظر قانونی شما میگید از نظر قانونی انقلاب البته دارد. این چون که ببینید در خود ما در پیشگفتار اعلامیه حقوق بشر چونین سخن آورده شده است که این اعلامیه برای اون قبول کرده می شود که من مفصلتر کوتاه کرده گپ میزنم که این اعلامیه برای اون قبول کرده می شود که مردم اون سیستمی که خودشون اعتراف میکنند قبول دارند و دست به دیگرگونی اون نزنند. یعنی که دیگرگونی اون گفته تمام راهها رو در نظر دارند، تظاهرات ها، انقلاب و با راه پارلمانتی و راه انتخابات عوض کردن حکومت.
این حقوق همه شهروندان است. شما تشکر. آزاد است. یک زنگ دیگر میگیریم. بفرمایید. معرفی کنید خودتون لطفا. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه این سوال امروز. برادر من میخواستم سوال شما بپرسم که نشد برادر ما که ژورنالیست قاپیدن او را یگان خبر هست؟ کدام برادر شما؟ از تاجیکستان. خب کدام ژورنالیست نام دارد وای؟ نامشان راستی باز یادم رفت. دلیر شریف است؟ بله بله. اون باید طبق همون معلوماتش، یعنی دلیر شریف که یک سال پیش زندانی شده بود، همون در نظر دارید؟ نه برادری که جایی اشتراک کردن. تشکر زیاد. آقای عبدالستار پیر محمدزاده رو در نظر دارید. معلوماتی که ما پیگیری کردیم ایشان بازداشت نیستند و فعلا در خانهشون به سر میبرند. حالا اگر شما معلومات دیگری دارید حتما پیگیری میکنیم، ما بفرستید برای ما از طریق واتساپ و ایمو. ولی تا جایی که ما دیروز پیگیری کردیم ایشان در آزادی هستند و در خانهشون قرار دارند. تشکر زیاد. خب تشکر. ما اگر معلومات دقیق دارید برای ما بفرستید، اگر ندارید ما معلوماتی که پیگیری کردیم دیروز ایشان در آزادی بودند و دعا میکنیم که همیشه در آزادی باشند و انشالله که حکومت دست به این حماقت نمیزند، چون قضیه آقای پیر محمدزاده را بیش از 1 میلیون مردم تاجیکستان دیدند و بازنشر کردند و این بیننده ها بیشتر شدند. تشکر برای تماستان. ما با شما خداحافظی میکنیم. ببخشید که سوالتون رو قطع کردیم. همینجا یک اشاره بفرمایید. یعنی شما میگید آقای جمشید یاروف که طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد ملت ها از این حق و آزادی برخوردارند که در صورت ضرورت نظام و حکومتی را که خودشان ساختند و بعد با راه مسالمت آمیز، یعنی با راه انتخابات تغییر داده نتونستند، با راه‌های غیر انتخاباتی یعنی با تظاهرات و میتینگ اینا میتونن حکومتشان را تغییر بدن. منظورتون همین هست؟ منظورم همین است و زیادتر، نه فقط با تظاهرات و انتخابات بلکه با ریولوسیا، انقلاب. یعنی با انقلاب هم میشود کردن، برای که یگان جای قانون با انقلاب کردن ممکن نیست گفته نشده است. قانون خصوصیتی منع کننده دارد. مثلا قانون جنایتی رو میبینیم که کودکس جنایتی عملهایی که صادر کردن آن ممکن نیست در جمهوری تاجیکستان یا که دیگر دولت‌ها آورده شده. در آنجا نوشته شدگی نیست که برگزار کردن یا که انقلاب کردن غیر قانونی هست. اگر حکومت که نفهمید، اگر که زیاد ظلم و ستم زیاد شد، یگانه راه برای مردم این انقلاب میماند. بله این راه خیلی هم مشکل است، راه خیلی هم خطرناک است، راه سر تلف است، در اینجا جان مردم از دست میرود، بسیار هم خرابی ها میشود. ولی اگر یگانه راه که همین ماند، این حقوق خود مردم است. یگان کس گفتن میتواند که ممکن نیست، فقط برای اونه که ما این رو نمیخواهیم. این نادرست است. تشکر زیاد. اجازه بدید یک تماس دیگر رو با هم بشنویم. سلام علیکم. سلام علیکم. خوش آمدید به برنامه سال امروز. اگر یک سوال داشتم. همین باوری دارید که همین رحمان با طوری میتینگ نیتا با خوبی ای دولت براو یا با طوری این با فکر من که غیر انقلاب دیگه هیچ رایگاه ندارد وای. تشکر زیاد. خواستم مفصل بفهمم. تشکر برادر عزیز برای سوالتون. تشکر برای تماستون. خدا نگهدار. سلام علیکم. اینجا باز یک تماس دیگر هم میگیریم. قطع شد. الو. سلام علیکم. الو. خب حالا این تماسی ما سبب در نیوز بفرمایید. سلام علیکم.
خوش آمدید به برنامه سوالی روز. اگر میخواهید خودتان رو معرفی کنید، اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید. رحمت خوشبخت باشید. تشکر. واقعا یک وقت دوستان نمیدونم کنید چون با همه حقوق شناس کم برادر ما میگفت که مثل تاجیکستان میبینیم هر روز در همین اخبار روزی که مقصد اینا با ازبکستان کشور همسایه ما مثل رود بوهان مثل بوشی در شهر والگراد مثل این روز در اخبار روزی تماشا کردم مثل وایل سیدستایی که مقصد الو قطع شد صداتان. الو الو صدا قطع شد. الو سلام علیکم. الو سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید خودتان رو لطفا معرفی کنید. قطع شد. سلام علیکم. سلام علیکم. لطفا سوالتان مشخص مطرح بکنید چون صدا قطع می شود، زنگ‌ها زیاد هستند. یک سوال دارم که میگرانت های تاجیکستان نیستی که دانش بیرون طرفداری میکنند یا نمیکنند؟ میگرانت های تاجیکستان چی شده است؟ میگرانت هایی که تاجیکستان بچه‌ای که تاجیکستان در روسیه خب همش می دیپارتاسی شدگی با های طرفداری میکنه. ازبکستان هم نیستی که تاجیکستان جیم ولی هیچی وای نکرده است. یعنی منظورتون که حکومت تاجیکستان به خاطر همین میگرانت ها یکم دستگیری میکنه با طرف با حکومت روسیه؟ باشد. تشکر زیاد. سوالتون شنیدیم. باید کند. خب باز یک تماس دیگه بگیریم. الو با فکرم دو سوال شد. یکمش در مسئله همین میگرانت ها و سوال دیگر در موضوع برای اسایشته تغییر دادن حاکمیت. خب از راهی از سوال برای اسایشته تغییر دادن حاکمیت رو من گفتنی هستم که بله چونین شرایط وجود دارد، فقط با شرطی که اگر جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان کمی هم فعال باشد. ببینید در مثال عادی میبرم، وقتی که شهرت قدرتوف رو به حبس گرفتن، وقتی که فخرالدین زاکیروف رو به حبس گرفتن، وقتی که نوردین محکموف ادوکات رو به حبس گرفتن، وقتی که برادر امام بزرگ مهریاروف رو به حبس گرفتن، کدام از جامعه خود همین ادوکاتی تاجیکستان صدا بلند کرد، تظاهرات کرد، کسی کارپارتایی کرد، یگون واکنش نشان داد؟ هیچ کس. میبینیم که در حادثات وابسته به ژورنالیست می شود. چیکار میکنند تاجیکستان؟ مردم تاجیکستان، اهالی تاجیکستان یگون کس نمیکنند، یگون کار همه خاموش می باشند. و در مسائل مهمی جمهوری تاجیکستان، در مسائل مهمی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اگر ما همه کسا فعال باشیم، ما می توانیم که در نتیجه گیرد همایی ها، پیکت ها، مراجعت ها یک حالتی رو با وجود بیاریم که حکومت آهسته وضعیت رو خود تغییر میدهد و در آینده ممکن است که این حکومت برای کنستیتوسیونی، برای انتخابات عوض کرده شود. تشکر. سوال دیگر درباره یک سوال دیگر بشنویم بعد کوتاه الو سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید لطفا سوالتون کوتاه و مشخص بفرمایید چون سوالا زیادن. الو بله گوش میکنیم، بفرمایید. الو قطع شد. خب متاسفانه این زنگا زیاد است و سوالا هم طولانی می شوند و جواب هم اگر مختصرتر باشد ما بتونیم. بله بفرمایید لطفا خودتان معرفی کنید. چند بار زنگ زدید. سلام علیکم. سلام علیکم. لطفا خودتان معرفی کنید و سوالتان کوتاه مطرح فرمایید. وکیلانی که در تاجیکستان خب حکومت یگم چورابینی یگم زید یگم حکومت شما کجای هستی؟ صداتون قطع وصل می شود. اگر جاتون عوض کنید بله سوالتون بفرمایید. الو
متاسفم. الو بله بفرمایید. الو سلام علیکم. در اینجا میخواستم با سوالی درباره امنیستی مهاجران سخن رونم. البته اگر ما خاموش نشینیم، مهاجران رو من در نظر دارم، اویله های اونها رو در نظر دارم که محض مهنت همین مهاجران یگانه منبع درآمد است برای اویلهشون، برای پیشرفت زندگانیشون. خاموش نشینیم از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان یگان عمل اجرا کرده نمیشود. اینجا یک سوال با هم پیشنهاد جمشید. سلام علیکم بفرمایید. السلام علیکم با شما و با مهمانی برنامه‌تان. برادر جان یک سوال دارم. بفرمایید. بله بفرمایید. گفتنیم که همه برای آدمای کم سواد. خب خیلیتون میفهمین که در سر وظیفه تاجیکستان بسیار کم سوادن. همه قانون درباره همین کم سوادی هسته که مقصد که درباره همین باشد مثل قانون. یعنی آدمای بی سواد برای وظیفه گرفتن، یعنی شایسته سالاری را در نظر دارید شما، یعنی تنها افرادی که سواد دارن شایسته دارن با وظیفه تعیین کرده شوند، نه به خاطر خشتباری و رشوه. همه در نظر دارید؟ باشه. تشکر. خب میتونید کوتاه مختصر؟ نه، چون این قانون نیست. اون اشخاصی که در وظیفه ها کار میکنن اونها هر یک مدت معین اتستات گذرانده میشن، یعنی که گویا اشخاص کمتر با سوادتر این کم سوادها رو میسنجد و درست بودن جایز بودن اونها رو به همین وظیفه دیده میبراید. سوال در همین است که آیا اون اشخاصی که این کم سوادها رو میسنجد و دانش اونها رو میبیند خود نیز دانش دارد یا که نه؟ ولی چون این قانونی درباره کم سوادی در جمهوری تاجیکستان نیست. خب تشکر زیاد. در مورد شایسته سالاری چی مثلا در حکومت در تاجیکستان قانون یا چیزی نیست که مثلا یک قانون داریم درباره که خشت پیوندار را به کار قبول نکنن؟ دیوم در مورد شایسته سالاری چی یگام قانونی وجود ندارد که وظیفه های حکومتی باید به افرادی که صاحب کسب و سواد هستن باشن، یعنی قانون وجود ندارد در این باره اصلا؟ قانون درباره خدمت دولتی موجود است، وجود دارد و در آنجا نیز آورده شده است که خشتبار نزدیک نمیتوانند در یک جا در وابستگی در زیر تابعیت یکدیگر کار و فعالیت کنند. این عمل هست، این قانون هست، ولی با کدام درجه اجرا می شود در جمهوری تاجیکستان به همه معلوم است که قانون ها بسیار قانون های جمهوری تاجیکستان فقط برای مردم عادی نوشته شدند و باید که مردم عادی آنها رو اجرا کنند، نه اینکه منصبداران، نه اینکه بایها، نه اینکه حکیمان. خب تشکر زیاد. اینجا چند تا سوالی چی داریم کتبی. یکی از خب سوال کرده است که مثلا برای گرفتن شهادتنامه در کودکی تاجیکی در خارج از تاجیکستان در اروپا تولد می شود، نسخه شناسنامه پدر و مادر، شهادتنامه عقد نکاح پدر و مادر، سپرافکه از جای تولد، عریضه پدر و مادر در حالت داشتن شهادتنامه تولد دیگر کشور، عریضه به نام سفارت آید به دست، خلاصه نسخه ایدی پدر و مادر در کشور اقامت. این یک دنیا چی پرسیده است؟ یعنی خلاصه این که برای یک مهاجر در اروپا وقتی فرزند یک تاجیک فرزند تولد میکند همه همین سندات لازم است و چی باید کرد؟ میگه چرا باید کودک اگر شهروند دیگر کشور باشد باید از آن دست کشد؟ آیا کودکی که در خارج از کشور تولد شده که پدر و مادر یا یکی از شهروندان تاجیکستان باشد به طور اتوماتیک شهروند تاجیکستان به حساب می شود یا نه؟ چرا باید کودک اگر شهروند دیگر کشور باشد باید از آن دست کشد؟ شما سوال درست فهمیدید؟ نه، پرتر نفهمیدن. با این سوال رو من نسخه برداری میکنم و حتما در برنامه جداگانه خودم به این جواب میتم، ولی گفتنی هستم که قبول کردن شهروندی برای کودکی که نه در یگان دولت خارجی تولد می شود این وابسته به خود قانونگذاری همون دولت است
که اگر در قانونگذاری همون دولت نوشته باشد که گراجدانس و پامیستو رژدینیا، یعنی که شهروندی وابسته از جای تولد و اتوماتیکی شهروندی همون دولت حساب میشه و در دیگر موارد شهروندی همون دولتی که پدر و مادرش منصوبی کدام دولتی باشند. تشکر زیاد. خب ما این سوال شما را دقیق‌تر بررسی میکنیم و حتما پاسخ آقای جمشید را برای شما خواهیم فرستاد. سلام علیکم. اینجا یک تماس میشنویم، یک زنگ تلفنی را. خوش آمدید برنامه امروز. رحمت همین گپم کوتاه بگم. برای چی همین رسوی وای پویز بین ازبکستان و روسیه هوشی مقصد ایوالگراد رفته میشه. مقصد دیروز در اخبار آزادی وای کردیم تماشا کردیم. والا که روهای سمالیات مقصد وای هوشی دست. برای چی بین روسیه و تاجیکستان یک گوخی مقصد دودگیری و گم گپ گذار نیست در همین وایدا که مقصد رسو هوی میشه و نمیشه و همین رسی چهار تلیگه یفتیان یا میلیون کدیم به خدا زوری مردم نمیرسه. او سود اوجا قیمتی مقصد مردمی استومده نمیتونه. برای چی هم تاجیکستان روسیه گم خیلی نه پویز وایشی دست نه رست روزبان دولت چی همون سنگه هم همسویه مال برای چی قطعه میشیده یو پویز هوی کدام من سمالیات وایشید برای تاجیکستان هم میشیده این کار. خب تشکر زیاد. ما سوالتون شنیدیم، با شما خداحافظی میکنیم. آقای جمشید میپرسند که برای چی تاجیکستان راه زمینی یعنی راه قطارش یعنی راهنش رو با روسیه برقرار نمیکنه، در صورتی که ازبکستان هم پروازهاش برقرار کرده است با روسیه و هم قطارهاش تردد دارند. چرا تاجیکستان این کارو نمیکنه؟ چه است نظر شما؟ اصلا این سوال به حکومت است و من تکلیف میکردم با استفاده از فرصت مناسب که اگر همین گونه سوال‌ها و همین گونه پیشنهادها داشته باشید و مانند دیگر سوالایی که در پیش بود اوید تغییر یافتن و اصلاح کردن، بیاید مردم یک واکنش‌های کنیم، بیاید اقلاً یک جمع‌آوری پتیسیا کنیم و همین مسائل‌ها رو در نزد حکومت گذاریم که بررسی کنند و تغییر دهند وضعیت رو. برای چی تاجیکستان این کارهایی که همسایه‌های ما میکنند در چنین شرایط اجرا نمیکند؟ من چنین فکر میکنم که یکم در اینجا منفیت مونوپولیست های انتقال دهنده مسافران هست. یکم. دوم حکومت عموما درباره اهالی خود فکر نمی کند و سوم اون که طرف مقابل یعنی که خود روسیه در از سیاست تاجیکستان وابسته به حالت نگاهداشت حالت سانیتری و اپیدمیولوژی وابسته به کرونا ویروس باوری کامل ندارد. خیلی که ما میدونیم تاجیکستان در یک چند ماه نزدیک قانون قبول کرد که یگان گونه اطلاعات بغیر از اطلاعات رسمی باید درباره کرونا ویروس نباشد. یعنی که معلوماتی که حکومت پیشنهاد میکند همون معلومات هست و از این لحاظ هم با این معلومات یگان کس باوری ندارد. از اون جمله فدراسیون روسیه نیز باوری ندارد و فکر میکنم که یکی از سبباش همین میباشد که نمیخواهند و نمیگذارند که سرایت از جمهوری تاجیکستان و دولت آنها زیاد شود. نه باوری به تشخیص‌های تاجیکستان دارند، نه باوری به آمار تاجیکستان دارند و نه خواهشی پهن کردن یگان کسری سرایتی در تاجیکستان دارند. ولی برای تغییر دادن این وضعیت ما حتما باید دست جمعانه مراجعت به حکومت جمهوری تاجیکستان کنیم، چون که نگاهداری اساسی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان این مهاجران مهنتی میباشند و جمهوری تاجیکستان باید به جای ساختن هر یک انشاءات بی معنی، گذراندن هر یک عید و معرکه و جلسه های بی معنی، باید کوشش خود را و مبلغ های زیاد خود را برای دستگیری کردن مهاجران مهنتی جمهوری تاجیکستان صرف کنند، برای بهتر کردن بودباش آنها، برای دستگیری کردن آنها در همه گونه حالت ها در فدراسیون روسیه یا اینکه دیگر دولت هایی که آنها با مهاجرت می روند. تشکر زیاد. سلام علیکم، بفرمایید. علیکم سلام. دیم سوال داشتم قطع شد. دیم سوالم همین است که من شاهد هستم که از طرف امنیت بودم در آنجا محله پرستگی میگم، محله فردی نه برای میگه که من همجا بودم و من دشنام کردم که شما همکاریده شما کدوم محله چیه برای چی میگه قانون. خب دقیقاً چی گفتم به شما که بود برای ما همین سوال روشن‌تر شود؟ ما شما گفتم شما
محله مونا دشنام کردن کی دشنام کرد مثلا دقیق نگیم نه منظورم کدام چی بود مقامات پلیس بود حکومت بود معلم بود امنیت بود آها خود تشکر سوالتون شنیدیم ولی متاسفانه برای ما زیاد دقیق نبود با خاطری هم کلاس موندن بود ما را دعوت کردن وقتی که ما را دیدن مثال شما گفتن شما همتریه شما قدر نداری به خاطر لایک موندن کلاس موندن در اینترنت بله اونا چه خبر شدن که شما کلاس موندگی کلاس ما را یافتن باش تشکر زیاد برای سوالتون اینم نظری آقای جمشید درباره خودم در شرایط حاضر جمهوری تاجیکستان برادر عزیز شما یگان کار کردن نمیتوانید یگان کار کردن نمیتوانید وابسته به حفظ کردن حقوق شما خیلی که از سوالتون من فهمیدم شما رو وابسته از محل تولدتان یا که از محل جای استقامتتون تحقیر کردن من فهمیدم تقریبا خیلی هست برای که از سر خود نیست گذراندگی هستم و شما یگان اثبات هم کردن نمیتوانید هست در قانون چنین طلبات هست جوابگری برای خصومت برای تحقیر کردن هم در کودکس گراجدانی و هم در کودکس جنایتی ولی متاسفانه اون کسی که اون مقاماتی که نماینده اون شما را تحقیر کرده است بالاتر از قانون است عین حال و شما یگان کار کردن نمیتوانید تشکر زیاد برای پاسختان آقای جمشید خب متاسفانه یک خبری شنیدیم که خب تایید و رد کردنش برای ما دشوار است اما یک منبع خبر داد که 3 روز می شود که گویا که پیر محمد زاده عبدالستار در بازداشت باشد و امروز آمدن مقامات امنیتی خانه اون رو بازداشت کردن جستجو کردن ما نمیتونیم این خبر رو تایید و رد بکنیم اما از همسایگان این آقای عبدالستار پیر محمد زاده که زاده کریم اسماعیل یا وحدت آباد هستند تقاضا میکنیم خواهش میکنیم که معلومات داشته باشید حتما به رقم‌های زیر برای ما بفرستید چون بدون کمک شما ما نمیتونیم این خبر را تایید یا رد بکنیم تشکر زیاد اینجا یک تماس دیگر هم میگیریم سلام علیکم سلام علیکم بفرمایید خوش آمدید بله گپ زنید بله ما تاجیکستان همون دیلک شویم در سیزو چند ما باید بیسته با فهمو تشکر سوالتون فهمید نسبت کسی پرونده اگر کشن آدم باید مهلت اول 2 ماه باید بیستد در همین مدت 2 ماه مقامات تفتیشات پیشکی باید مقامات تفتیشات پیشکی باید پرونده رو تمام کرده اون رو به سود فرستد ولی اگر در این مدت 2 ماه بررسی پرونده به آخر نرسد باز میتوانند 2 ماه دیگر دراز کنند همین طریق مهلتی از همه درازی که شما اجازتی در سیزو نشستن رو دارید این 1.5 سال است بعد از وی که پرونده تیار نشود و به سود فرستاده نشود شما باید که به آزادی روان کرده شوید مدت اساسی یکم دفعینش این 2 ماه است تشکر زیاد برای این تماس اینجا یک تماس صوتی است اون هم میشنویم 12 سال اینجا میره آمده کار می سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم خوش آمدید به برنامه سوال روز لطفاً اگر امکان داره خودتون رو معرفی کنید اگر سوال دارید سوالتون مشخص و کوتاه بفرمایید من نظر محمد هستم میخواستم یک چند نظری خود را بیان بکنم بفرمایید خدمت برادر جمشید عرضی سلام و ادب دارم علیکم السلام برادر همه گپ میزند که تغییر دادن در کار تاجیکستان را درباره تغییر دادن تاجیکستان یک چند نظر خود را میخواستم بگویم خب اگر لطفاً اجازت باشد کوتاه بگید اگر امکان دارد وقت به گپ زدن از پشت
گوشی تغییر داده نمی شود تاجیکستان را. بله بله گوش داریم، زود بفرمایید لطفاً. با گپ زدن تغییر داده نمی شود و با گفتن زیاد هم تغییر داده نمی شود. هم گپ میزند. خب چی باید بکنیم مثلا؟ دقیق چی است؟ چی کار باید بکنیم؟ جمع شدن در کار درست است که جمع شده امروز میبرند میزد تو کوب میکنن. ممکن است که به شهادت برسانند. به شهید و به جنگ و جدال با گپ زدن اصلاح نمی شود تاجیکستان. خب همین بود نظر شما؟ اگرچه نظر من همین است. خب تشکر زیاد. خب برای تماستون و نظرتون، نظر آقای جمشید میشنویم. هر کس حقوق با نظر و عقیده خود رو دارد. من در ایلوه سخنان شما فقط همین رو قید کردنی هستم که برای جمع شدن یک چیز رو تغییر دادن باید افکار مردم رو تغییر داد. اول افکار مردم رو تغییر داد. حالا اگر شما جمع شوید، خیلی 100 نفر جمع میشوید و بعد 2 روز 3 روز نشانی از یکم تا شما نمیموند. بعضیاتون با گفتی خودتون با شهادت میرسید، دیگراتون در پنجره میشوید، پس پنجره میشوید و در نتیجه این حرکت شما خشتباران همسایه ها یا اینکه دیگر شاهدان تماشابینانی که در تاجیکستان بنهایت بسیار هستند در ترس میشوند و عمل رو اجرا نمیکنند. اگر ما افکار مردم رو در نتیجه همین سخنرانی ها، در نتیجه تکلیف ها، معلومات ها پیشنهاد کردن زیادتر افکار رو تغییر دهیم، طرفداران خود رو، طرفداران تغییر یافتن ساخت دولتداری مثل تاجیکستان رو، جایی که طرفدار ساخت دیگر نمود زندگی تاجیکستان رو ما زیاد کنیم، در این مورد نه 100 کس جمع می شود در وقت لازمه، در مرور لازمه، با اینکه 100,000 جمع می شود و این نفران رو خیلی هم مشکل می شود که همشون رو زندانی کنند یا که به شهادت رسانند. تشکر زیاد آقای جمشید و همچنین در تایید صحبت شما میخوام این تأکید بکنم، ذکر کنم که ما شاهد انقلاب‌های مسالمت آمیز زیادی در منطقه و جهان هستیم. از جمله میخوام این ذکر بکنم که مردم قرقیزستان که همسایه ما و شما هستند، رئیس جمهورشون هم مثل نسکی عوض میکنند. هر رئیس جمهوری که مثلا با اونا پسند نآمد یا از قانون بیرون رفت، اونا مثلا عوض میکنند. شما ببینید که مثلا همین جانی بیک رو تغییر دادن، الان حکومت موقت است، 1 سال هم نتونست حکومت کند. و همچنین شما دیدید که در ارمنستان مردم با انقلاب مسالمت آمیز حکومت رو تغییر داد. در گروزیا این کار کردن، در اوکراین این کار کردن و تقریبا در خیلی از کشورهای سابق شوروی این تغییر حاکمیت با اراده ملت و با ریختن را میدانها و تظاهرات مسالمت آمیز امکان پذیر هست و بلاروسی هم در حال پیروزی هست. مردم بلاروسی هم شما امروز شاهد هستید که هر روز یک شنبه دیگه نه از پلیس میترسن نه از تظاهرات. شخصا ما در بلاروسیا بودم چند سال پیش، وقتی که از بلاروسیا میگذشتم دقیقاً مثل فضای تاجیکستان حاکم بود و اصلا فکر نمیکردم که این مردم یک روز بتونن دست به تظاهرات بزنن. دقیقاً همین گفتنها بود که این مردم زنده کرد، بیدار کرد و مردم روز تصمیم گرفتن حکومت را تغییر بدن، نه به خاطر گپی من یا گپی آقای جمشید یا کسی دیگر، چون خودشون خواستن حکومت را تغییر بدن، با فایده خودشون، با منفعت خودشون، با منفعت آینده فرزنداشون این کارو کردن، نه به خاطر من یا مثلا فلان مخالف یا اینکه مثلا کسی دیگر. دیوم اینکه در تغییر نظر و افکار در اوکراین همین تلگرام، اینترنت و تلویزیون ها خیلی نقش مهم بازی کردن. اینا 4-5 سال برنامه بردن، تلاش کردن و افکار مردم تغییر پیدا کرد، دیدگاهشون باز شد، مردم سطح آگاهیشون بالا رفت و خودشون این کار را خواستن. رهبر هم ندارن تقریبا، ولی خودشون هر روز در میدان هستن. به خاطر همین هرگز ناامید نشوید و تغییرات برای صلح آمیز امکان پذیر هست. در کشوری مثل هندوستان که 1 میلیارد شهروند دارد، ساکن دارد، گاندی توانست با صورت مسالمت آمیز انقلاب بکنه. در افریقای
افریقا نیز همچنین اون حقوق‌شناس مشهور کی بود نلسون ماندلا مثلا این کار انجام داد. پس در کشورهای ما و شما هم امکان دارد این کمی از جهت سیاسی فعال شدن در کار. درست است. حالا با شما یک سوال دیگر را میشنویم در اینجا. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. شنیدید؟ بله شنیده هستم، شما را خوب میشنویم. اگر میتونید خودتون رو معرفی کنید، ولی اگر ملاحظه دارید میتونید معرفی نکنید، سوال داشته باشید بفرمایید، نظرم باشد بفرمایید. غریب از شهر مسکو. خوب، بسیار خوب. نسبت یعنی تغییراتی که از گفتین انا در قزاقستان و در قرغیزستان و در اوکراین و در جو از همه در مردم ترسنچه کجون در همین تریتوریایی که گفتین ما مردم ملت تاجیک خودمونیم که خب تشکر، نظر شما است ولی من با شما موافق نیستم. نه این نظر من نیست. خب این نظر شما هست. این چیزی که ما میبینیم که همون چیزا من گفتم. ده ببینید ملتی ما یک بار انقلاب کرد، اگر ترس می داشت این کارو نمیکرد. تاجیکا اولین ملتی بودن که در ضد KGB شوروی در دوشنبه تظاهرات کردن، در خورغنتپه تظاهرات کردن. ما تاجیکا اولین کشوری بودیم که زبان رسمی ما نه تغییر دادیم به زبان تاجیکی در برابر زبان روسی در سال 89 و بعد. برای همین ملت اینجا ملت ترسانچک نیست. ما و شما فرزندامون را ترسانچک به بار میاریم. برای همین اگر هر کدوم ما خودمون ترس از دلمون دور بکنیم، ملت جسور و غیور است. اگر سوال داشته باشید بفرمایید، اگر نه خب منظرتون شنیدیم. کجا ما فهمیدم از این صحبتایی که شما میکنه گروه بسیار میکنه همه که اینا میکنن که در تاجیکستان ممکن که اگه 10-15% مردم تماشا کنه میره باور میکنه و سببی که اینترنت خب 10-15% مردم این خیلی آمار بالا هست. خب 10% مردم از 9 میلیون 10 میلیون چقدر میشود؟ 100,000 میشه. 1 میلیون است. این 1 میلیون انسان. 900,000. خب 900,000 یک انقلاب با 10,000 میکنن مردم، چی برسد با 100,000. برای همین اگر 1% جامعه تاجیکستان تصمیم بگیرد که زندگی را تغییر بدهد، این حکومت تغییر خواهد کرد، یعنی به صورت مثال آمیز. برای همین باور میکنه این انسان‌ها یک نمودی کردگی ان که همین تاجیکستان مناپولیت تمام چیزا تو. برادر عزیز یک چیز است، اگر شما فکرتون تغییر بدهید، همین از شما خودتون شروع کنید. من میتوانم، ما میتوانیم و ما مردم جسور هستیم. به فرزندت این تربیت بکن و فرزندت به دیگه همسایه‌ات و انشالله که این کار صورت خواهد گرفت. تربیت و شجاعت یک چیزی نیست که مثلا این خریده شود. این در وجود هر یک انسان هست و پدر و مادران دیگران را رشد می‌کنند. نه که ای سببی که همینا حرام خری میکنن همین کارا رو میکنن، من همین کارا بس کرده غریبیام آگیم. خب تشکر، اینم رزق حلال یک کاری انتخاب شماست. ولی اجازه بدید اگر ما دیگه تماس بگیریم، تقریبا 3 دقیقه شد صحبت میکنیم. خب تشکر زیاد. خب نظر شما چی است آقای جمشید؟ میگن که مردم ما مردمی ترسانچک است. من فکر میکنم که ما پرصبریم، ما به نهایت پرصبریم و قسمان هم روزی هستم که ما میگم ما ترسانچکیم. ما در الوهیدگی هممون ترسانچکیم. اینکه اگر جمع شویم این ترس از ما باید نابود شود. یکی از علتهای ما همین است که ما جمع نمیشویم، فقط در الوهیدگی گپ میزنیم. اینکه اون که یک جویا شویم و یک مقصد و یک مرام و یک سمت پیش گیریم، این حالا به ما میسر نشده است. خب تشکر زیاد. اینجا یکی از بیننده‌های ما پیام کتبی فرستاده است که در یگان کشور دنیا روز پرزیدنت را جشن نمیگیرد، اما در تاجیکستان که تقریبا 28 سال شد امام رحمان حکومت دارد و حتی مردم این شب و روز برق ندارند و اون توانسته است در 28 سال حکومتش مردم را با برق تامین کند، اما امروز در تاجیکستان ما جشن میگیریم. حالا یک تماس دیگر هم بشنویم. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. خودتون هم معرفی کنید لطفاً. ما رستم از مسکو باش زنگ میزنم. تشکر براتون. برادر ما میره گفتن بودم که همی نمیشه و خلق
این سهمیه خریدن همون سهمیه شون را بگیرن و بروین همون پیش قصر ملت ده مثال خواستن نقشه بلند کنن کو مثلا. منظور شما سهمیه های راغون است نه؟ یعنی اینقدر مردمی که سهمیه خریدن از راغون و برق ندارن اونا سهمیه هاشون گرفته به میدان ببرن. پیشنهادتان همین است درست؟ به نشان اعتراض برای نبودن برق در تاجیکستان. بله اخی جناب ولی وعده کرد که خیلی دیگه سویتش نمیشه و برق خاموش نمیکنیم انشالله همه گنبستی کمونستی میبرویم. خب شما در مسکو قرار دارید، از کجا میدونید در تاجیکستان برق هست نیست؟ اخی ما در اینترنت میدونیم زنگ میزنیم. خب همین در خانه شما برق دارن؟ در کدام شهر است مثلا؟ در کدام ناحیه؟ خانه ما در دوشنبه در جمع دوشنبه در میکشند برق. در کدام رایون؟ رایون رودکی. تشکر زیاد. تشکر. پیشنهادتان شنیدم. اینجا باز نظری وکیل میشنویم که نظرشون چی است. تشکر زیاد. بسیار پیشنهاد جالب. البته میشود و همین کار ضرور است کردن تا اینکه ما باید مجبور کنیم حکومت که اوی حکومت ما خدمتگار شما نیستیم بلکه شما خدمتگار ما هستیم. ما شما رو انتخاب کردیم که شما دولت رو اداره کنید، نه اینکه ما شما رو انتخاب کردیم که بعد انتخابات ما رو فراموش کنید. هر یک وزارت یک عمل رو در سمت فعالیت خود اجرا میکند و باید مسئول باشد که از نتیجه همین عملهای خود در نزد خلق جوابگر باشد و خلق نیز باید امکانیت داشته باشد که از حکیمان و از رئیسان و دیگر پرسد که شما چیکار میکنید. برای همین هم این رو انتخابات میگویند. برای همین انتخابات شدن که زیر نظارت خلق باشند و خلق در کدام فرصتی که لازم داند از آنها پرسان شود که چی عمل رو شما اجرا کردید. خب تشکر زیاد. اینجا یک خانمی هم. سلام علیکم. از شما یک چیز رو پرسیدنی. من که زنی تنها در مهاجرت هستم، 12 سال اینجا میرسی و کار میکنم میرم. در تاجیکستان یک قانون قاعده هست برای مادری تنها، برای زنی تنها یگان کمک، مثلا یگان زمین، یگان از طرف حاکمیت یگان کمک هست یا نه. مادری تنها، مثلا من 4 کودک دارم، 12 سال اینجا نبیا خودم کودکم پرورش میکنم، یه پای خیلی خانواده کردم و رحمت همش به خدا و شکر میکنم. در تاجیکستان همین یگان قاعده و قانون هست برای مادری تنها، برای زن. خب تشکر زیاد. فهمیدید سوالی این مادر تاجیک رو که میگوید مادر تنهاست، 4 فرزند دارد و یگان قانون وجود دارد. قانونی معین یگانه درباره دستگیری کردن زنهای تنها در جمهوری تاجیکستان نیست، ولی این طلبات ها، مقررات های عاید دستگیری کردن زن، دستگیری کردن مادر، دستگیری کردن مثلا اشخاصی که غیر قابل مهنت هستند یا که سلامتیشون کمتر امکانیت نمیدهد که فعالیت کنند، برای دستگیری کردن اشخاصی که منزل دائمی اقامتی ندارد. این مقررات ها در چند قانون ها هست، در کودکس منزل، در کودکس اویلا، در قانون درباره تأمینات اجتماعی. و در اصل اگر شما خواهید که به شما یگان کمک کرده شود، باید مشخص همون نیاز خود رو شما درج کنید و با عریضه به مقامات محل حکومت دولتیتون مراجعت کنید. تشکر زیاد. سلام علیکم. فرمایید. لطفا خودتان معرفی کنید. سلام علیکم برادر. یک سوال داشتم پرسان شما. فرمایید. بخشش اول درباره قانون جمهوری تاجیکستان در نظر دارم. هر یک قانونی که در جمهوری تاجیکستان میبراید باید که خلق از این آگاه شود یا آگاه باشد یا که ایدئولوژی خود بوده. یعنی که خب قانونا در پارلمان به فکر ما تصویب میرسن. نظر شما چی است آقای جمشید در این باره؟ هر یک قانونی که مثال در پارلمان هم به تصویب رسید، امام رحمان هم امضا کرد ولی که به خلق نرسید و قانون یگان قوه قانونی ندارد. شما میتونید خیلی قانون عموما اجرا هم نکنید و جوابگر هم نمیشوید.
در قانونگذاری آورده شده است که همون قانونی که به امضا رسیده است و در نشریه‌های عمومی دولتی پهن گردیده است، یعنی در گازت و ژورنال‌ها، فقط همون قانون اوجه علاقه به قوه قانونی می‌دراید، چون که درباره قانون باید اهالی خبردار باشد. هرچند که هر یک کس نمیتواند همه قانون‌ها را رود داند خواند، ولی نشر کردن اونها در روزنامه و مجله‌ها حتمی است و فقط بعد از نشر کردن اونها همین قانون‌ها قوه قانونی به می‌دارند. خب شما سوالتون جوابتون گرفتید؟ سلامت باشید. تشکر. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید لطفا. سلام علیکم. همین التماس می آوازی من همونجا به نشنوانده گپ زده میشرمی من شما به خودم گپ زنم؟ مایلش گوش میکنم. سلام علیکم. این اما آواز شما را قطع کردم، فقط خودم بشنوم. گپ زنید مادر عزیز. درست. یک چیز دیگر در ادامه همین پاسخ آخران گفتنی هستم که وقتی که در قانونگذاری می‌نویسند که ندانستن قانون آدم را از جوابگری جنایتی آزاد نمی‌کند، به همین هم داخل دارد و سوال پیشتر به همین داخل داشت که مثال من نمی‌دانستم درباره همین قانون بیان کنید، ولی اینکه شما دیده و ندانسته که من نمی‌دانم، من این قانون رو نخوندم، مرا به جوابگری می‌کشید و برای همین هم حتما باید که هر یک قانونی که عمومی دولتی هست و به همه داخل دارد به تمام اهالی جمهوری تاجیکستان باید نشر کرده شود. اگر اون قانون یا که قاعده وابسته به یگان تشکیلات باشد یا که کارخانه باشد و شرط نیست، یا که در وزارت باشد و شرط نیست عمومی کردن و فقط به کارمندان خود همین تشکیلات و وزارت رسانیده می شود. قانون‌های عمومی دولتی باید حتما به طریق روزنامه‌ها نشر کرده شوند. خب تشکر زیاد از آقای جمشید میکنیم به خاطر که در برنامه ما حضور یافتند و به سوال‌های بیننده ها پاسخ گفتند و همچنین از خدمت بیننده های عزیز خیر خوش خواهیم کرد و حتما برنامه های ما را پیگیر کنید. هفته آینده حتما اول هفته اعلان میکنیم، روزی پنجشنبه حتما با شما خواهیم بود. ساعت 17 به وقت برلین و 19 به وقت مسکو و 21 یا 9 شب به وقت تاجیکستان. خوب تشکر میکنیم که در برنامه با ما بودید. حتما لایک کنید، پسند کنید، برنامه را با دیگران در میان بگذارید و اگر سوال دارید، نظر دارید یا پیشنهاد دارید حتما از طریق واتساپ و ایمو با ما بفرستید. ما موضوع و برنامه شما را پیگیری خواهیم کرد. اگر شما شاهد حادثه شدید، اتفاقی افتاد، حتما تلفن همراهتون را گرفته به نوار گیرید و اون نوارهای کوتاه را از طریق ایمو با ما بفرستید. هویت شما مخفی خواهد بود. ما بدون اجازه شما یگان معلومات را به دیگران یا که نشر نخواهیم کرد و حتما پیش از نشر معلومات اجازه شما را خواهم گرفت. اگر اجازه دادید معلومات شما را ذکر میکنیم، اگر ندادید مخفی اون را نشر خواهیم کرد. خب تشکر میکنیم که با ما بودید و سخن آخر را میدیم به آقای جمشید که نظرش را بگیرد و با همین با شما خداحافظی میکنیم. فرمایید آقای جمشید. یکم تشکر که چنین برنامه رو راهگذاری کردید. بسیار هم برنامه نغز لازمی هست برای تاجیکستان ما، برای هر یک ما و شما و من فخر میکنم که من رو به این برنامه دعوت کردید و کوشش میکنم که در برنامه آینده شما اشتراک کنم و پاسخ اینکه جوابهای خود را به سوالهای از طرف تماشابینان اومده جواب گردانم. حداقل امکان چند خیلی که میدونم، چه که میدونید
نه هر کس همه چیز رو میدونه. چند تا که میدونم عین حال جواب میدم. اون سوال هایی که به جواب موند حتما شما فرستونید، فکر نکنید که با اون کسی جواب نمیدهد. ما اونها رو بررسی میکنیم، حتما با طریق اون واسطه اجتماعی که شما با ما روان کردین جواب شما رو خطی یا اینکه با طریق آوازی با شما میرسونیم. تشکر برای اشتراکتون، تشکر برای دعوتتون دوستان. تشکر میکنم از شما و خدا نگهدار شما. امیدوارم که جمعه خوشی داشته باشید. خدا یار و مددگارتون و در برنامه آینده شما نیز میتوانید نظرتون رو پیشنهاد کنید در موضوع آینده چه موضوع رو بحث کنیم. نظرهای شما میتونم در انتخاب موضوع با ما کمک کنند. تشکر. خدا نگهدار شما.